و رفته بودیم شمال، بعد یه ویلا گرفته بودیم. تو گفت همه با کفشایشون که اومده بودن، همه کفششون در آوردن گذاشتن، من کفشام یه ذره چیزتر بود، پاشنه‌شو خوابونده بودم. بعد شب نگاه کردم دیدم هر کی میخواد بره بیاد چیزی کفشی خودشو نمیپوشه، همه یه کفش منو میپوشن. خیلی موقع ها ما تو زندگی دم دست بودن باعث میشه که همه سوار ما بشن. خب یاد بگیریم خیلی دم دستی نباشه، آدم خوبی باشید، کمک کنید، مهربون باشید، ولی کفش پاشنه خوابیده نباشید که آدما فقط از شما بخوان استفاده بکن. بعد تازه اون کفش پاشنه خوابیده رو که اصلا نمیدونن چی پوشیدن، فقط میپوشن، کارشون رو انجام میدن، تموم که میشه میندازن، تازه میگن این چرا گشاد بود، توش چرا یه ذره مرطوب بود و هزار تا ایراد.